تو آنها امین در راهی که علم میگیرند همراه خود کسانی که در راه علم نیستند آنها را کشیده میبرند. در هر دو عالم خلاصی از علم است. اگر عالم نباشی طالب علم باش، اگر طالب علم نباشی دزدار علم باش، اگر دزدار علم نباشی همنشین عالم باش. این رسول خدا گفته است. یعنی امروز اگر چی دختر باشد چی پسر باشد فرقش نیست. امروز راه برای همه در زمان استقلالیت گشودند. شما علم با اون فرزند بدهید که اون چیز جوهر رو در دل دارد. مردم جرف زمین امروز من میبینم اکثر شما رو من نمیشناسم. عموما 70-80% شما را من شاید این خیلی نشناسم ندانم، لیکن ما از همین آب و هوا، از همین کوهسار، از همین تگی همین کوه ها برآمده رفته یک چیزهای فتح کردیم که دیگران نتوانستند. و امروز در همین توی ما سبب میدونیم در سیمای همین برادری عزیز ما بزرگ مهر گفتنیم فرزنداتون برای علم برید، علم با آموزانه تا خلق و وطن خدمت کنند. و یگانه راهی که مردم ما میتوانند از بالاشتن این علم است. امروز این توی را ما میتونیم بگوییم این توی علمی است و مینداری بیان میکنیم از پدر و مادر که چنین فرزند تربیت کردن و در حقیقت افتخار ما است. در حقیقت ما این دوست میداریم. در حقیقت ما کارهایی میکنیم که باز بلندتر و بلندتر به قلعه رود، چون که این تصمیم پدر شما هست. و یک وقت ما صحبت کرده بودیم این چیز همون باید که صمیمیت گفته بود. و اگر شما در خاندان خود همین علم اگر پیشه کنید زندگی شما انشای خدا آسان میشه و شما زندگی آسان و برای دیگران راه علم رو تمنا دارم. سلامت باشید. تشکر زیاد. به محمد جان شاگرد دیدن است. راستی که من را فاکولتاتی